سلام مستر هستم. اومدم با پارت سوم ساخت یک عدد شمشیر. بریم در ویدیو ببینیم که با یک میخ میخواد شمشیر بسازه. اول میخواد خوب چکشکاری میکنه تو کمی باریک بشه و به گیره میبنده و سوهانکاری میکنه. دسته رو درست میکنه، خوب دسته رو سوهانکاری میکنه، دسته باریک رو میسازه و اضافی میخوا میباره. حالا خوب چکشکاری میکنه دوباره. اینم از شمشیر. حالا خوب لبه رو سنباده کاری میکنه و تیزشو میکنه. ممنونشم لایک و کامنت برام بذارید و کانال رو سابسکرایب کنید و کانال رو به دوستان خود معرفی کنید. بریم در ویدیو رو میبینید که با دقت لبه شمشیر رو خوب تیز کرد و حالا میخواد براش دسته درست کنه. حالا به مقدار کافی اندازه شو میبره و وسطش رو خالی میکنه، چسب کاری میکنه، شو به هم دیگه میچسبونه. حالا اضافه چوب رو میبره. حالا خوب سنباده کاری میکنه. حالا دور دسته رو خوب نخ بشیم.